سلام، محمد هستم. به اولین ویدیوی بلند من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام در مورد نسل بعدی ایکس باکس صحبت کنیم که با کدنام مگنوس شناخته میشه و رمی بین 24 تا 36 گیگابایت و حتی بیشتر میتونه داشته باشه که در ادامه توضیح میدم. یه افشاگر معروف به اسم کپلر L2 که به نظر میاد دسترسی مستقیمی به پردازنده‌های در حال آزمایش شرکت AMD داره، چند روز پیش گفت که نسل بعدی ایکس باکس قراره یه جشن خیلی بزرگ توی دنیای کنسول‌ها باشه. جوری که ایکس باکس سری ایکس و پلی استیشن 5 پرو حرفی برای گفتن جلوی نسل جدید ایکس باکس ندارن. طبق گفته این بنده خدا، مایکروسافت تمرکز شدید روی عملکرد بالای کنسول بعدیش داره، چون قرار نیست فقط یک کنسول باشه و قرار یک کنسول هیبریدی باشه که از سیستم عامل ویندوز 12 استفاده میکنه. ایکس باکس هیبریدی از یک پردازنده جدید با معماری زن 6 استفاده میکنه که 11 هسته داره، 8 هسته پرقدرت زن 6 و 3 هسته کم مصرف زن 6 C که احتمالاً به صورت 10 هسته و 20 رشته پردازشی عمل میکنه که در مقایسه با ایکس باکس سری ایکس که کلاً 8 هسته و 16 رشته پردازشی داره ارتقاء خیلی بزرگیه. حالا بریم سراغ بخش گرافیک. ایکس باکس بعدی از نسل جدید معماری گرافیکی AMD به اسم UDNA استفاده میکنه که یه معماری یکپارچه بهینه شده با هوش مصنوعی. خوبش اینه که دیولپرها دیگه نیازی به بهینه کردن بازیشون برای بقیه معماری‌ها ندارن و خیلی سریعتر از قبل میتونن بازیشون برای ایکس باکس منتشر کنن و کلا با یه پلتفرم یکپارچه طرفن، دقیقاً همون چیزی که مایکروسافت مدت‌ها دنبالشه. در کل از نظر پردازش گرافیکی یه جهش خیلی عظیم داریم که معمولا بین دو تا نسل دیده میشه. سری ایکس در مجموع 52 واحد محاسباتی با پهنای باز 320 بیتی داره، اما در نسل جدید ایکس باکس به لطف معماری جدید UDNA با ساختار عظیم 184 واحد محاسباتی روبرو هستیم که پهنای باز 384 بیتی داره. یکی از نکات مهم معماری UDNA اینه که از شتاب‌دهنده سخت افزاری هوش مصنوعی استفاده میکنه که میتونه عملکرد ری تریسینگ رو تا 20% فقط با کمک هوش مصنوعی افزایش بده. معماری فعلی یعنی RDNA 2 بخش اختصاصی برای هوش مصنوعی نداره. نکته جالب اینه که مایکروسافت و AMD دیده بلند پروازانه و بزرگی برای مگنوس دارن. این پردازنده به شرکت‌های دیگه مثل ایسوس و ریزر این امکان رو میده که خودشون کنسول ایکس باکس خودشون رو بسازن که میتونه یک کنسول دستی باشه یا کنسول قدرتمند و گرون یا یک کنسول اقتصادی و ارزون. توی بخش نرم افزار مایکروسافت قرار یه نسخه کامل ویندوز رو روی این کنسول‌ها نصب کنه که شایع شده احتمالاً این نسخه ویندوز 12 باشه که البته فعلا خبری ازش نیست. یعنی کاربر میتونه بین محیط ایکس باکس برای بازی و ویندوز سویچ کنه و همین استفاده از ویندوز دست کاربر رو برای نصب استورهای مختلف مثل استیم و اپیک و بقیه استور باز میذاره. طبق گفته کپلر، چون نسل بعدی ایکس باکس دیگه یک کنسول سنتی نیست، احتمال داره قیمتی بین 1000 تا 1500 دلار داشته باشه که در واقع کاربر داره پول یک کنسول کامپیوتر رو میده و رقابت بین کامپیوترهای گیمینگ از پیش آماده شده و ایکس باکس های نسل جدید خیلی بیشتر از قبل میشه. کنسول نسل بعدی ایکس باکس احتمالاً سال 2027 به صورت رسمی معرفی میشه. این بود خلاصه خبرهایی که این مدت در مورد نسل بعدی ایکس باکس منتشر شده. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.